ارمنستان نیروهای صلیبی حمله می کند بر آذربایجان و انسانهای بیگناه را به خاک و خون می کشاند. خاک یک کشور را اشغال می کند، ظلم می کند، انسانهای بیگناه را از بین می برد، نابود می کند. به اطفال رحم نمی کنند، همه را نابود می کنند. مساجد و خانه های بزرگ الله رب العزت و الجلال را توسط حمله های خود همه ویران می کنند. اون مناره های بزرگ که در آذربایجان ندای عظیم الله اکبر ترین انداز می شد، مناره های مساجد را نابود کردند، مساجد را از بین بردند با این سیاست غلط خود. این چی سیاستی است که حتی مسلمان ها وقتی میخواستند نماز جنازه بر اموات خود بخوانند، از اون طرف نیروهای صلیبی ارمنستان حمله می کند بر سر جنازه های برادران عزیز ما در آذربایجان، که این کار کاملا نادرست و غیر انسانی است و قابل قبول نیست. که الحمدلله به همکاری کشورهای اسلامی آذربایجان توانست گوشه های زیادی از خاک خود را از اشغال ارمنستان پاک بگرداند، خصوصا کشور همسایه‌شان، کشور دوست ترکیه که همکاری های انسانی خود را بر برادران عزیز ما در آذربایجان انجام دادند و اونها توانستند که خاک خود را از اشغال ارمنستانی ها تا اندازی زیاد پاک بکنند. دولت افغانستان و ملت افغانستان حمایت خود را از عزیزان آذربایجانی اعلان نمودند و تقبیح کردند عمل ظالمانه صلیبی ها را. امروز عالم اسلام صدا بلند می کنند. الحمدلله مسلمان ها آنقدر ضعیف نیستند، خیلی قوی‌اند و خیلی قدرت دارند، خیلی پیشرفت دارند و نمیگذارند که انسانهای طاغوتی سرزمینهای ما را نابود بکنند. خاک خود ماست، خاک عالم اسلام، جهان اسلام فرق نمی کند که در چارچوب افغانستان نباشد. اردوی آذربایجان تنها اردوی آذربایجان نیست، اردوی جهان اسلامه. خاک آذربایجان تنها خاک آذربایجان نیست، خاک جهان اسلامه. اون عزیزانی که به خاک خون کشانده می شوند، عزیزان آذربایجانی ما، اونها هم برادران مسلمان ما هستند و این عمل را کاملا تقبیح می کنیم و الحمدلله یقین دارم با همکاری مسلمین عالم به زودترین فرصت آذربایجان از اشغال نیروهای صلیبی پاک خواهد شد. این عزیزان، این سیاستهای غلط و سیاستهای نادرست زندگی ها را به هم میزند. من از اینجا دعا میکنم اون اطفال معصومی که در آذربایجان به خاک و خون کشانده شدند و اون مردم مظلومی که به خاک و خون کشانده شدند، از اینجا پیام میدم برید برادران عزیز ما در آذربایجان، یقین کنید که نصرت و یاری و مدد الله تبارک و تعالی شامل حال شماست. به زودترین فرصت نیروهای صلیبی و مسیحی های کردل از سرزمین شما با تمام فضاحت و با تمام شکست سرزمین شما را رها خواهد کرد به اذن الرحمن و به قوت و به یاری مجاهدین اسلام.